سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز میخوام بهتون بگم اگر فروشگاهی دارین که میخواین توش محصولات ارگانیک رو به فروش برسونین، من یه سری دستگاه هستش که بهتون معرفی میکنم که لازمه یک فروشگاه ارگانیک میتونه باشه. دستگاه آب پرتقال گیریمون هستش که میخوایم باهاش آب پرتقال تازه تولید کنیم و این دستگاه تقطیرمون آب و گیاه رو از قبل ریختیم داخل دستگاه و میخوایم باهاش عرق نعنای ارگانیک تولید کنیم. این دستگاه خامه سازمون هستش که شیر تازه رو آماده کردیم که داخل دستگاه بریزیم و باهاش یه خامه خوب تولید کنیم. با دستگاه جوانه ساز تصمیم داریم که جوانه ماش تولید کنیم و با دستگاه کره‌گیر تصمیم داریم که ترکیبی از کره بادوم زمینی و ارده رو تولید کنیم و با دستگاه روغنگیرمون میخوایم روغن کنجدو بگیریم. همونطور که میبینین کنجال چیپسی و خشک هستش. با دستگاه اسلایسر ایجی میتونین انواع میوه‌جات، سیفیجات، پنیر، خیارشور و مثل اینها رو اسلایس کنیم. بریم با هم دیگه عملکرد دستگاه رو ببینیم. دستگاه آسیاب میتونین انواع ادویه‌جات رو آسیاب کنین. بریم با هم دیگه عملکرد دستگاه رو با فلفل سیاه ببینیم. دربش رو باز میکنیم. همونطور که میبینیم کاملا آسیاب شده. حالا میخوام میوه هایی که با دستگاه خشک کردیم رو براتون با